این محصولات دورایتگری نمونه از کارهای دستی استاد صدرالله میباشند. اینها را در استخوانه شخصیش همراه فرزندانش ساخته است. در جماعت دهاتی در قد دهه شرف با چنین هنر بین همدیگرانش آنها همچون عائله هنرمند صاحب احترام و آبرو هستند. اماکی صدرالله و دیگر هنرمندان دهه شرف مقصد دارند که بخشیده به تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان محصول کارهای دستی خود را پیشکش سیاحان و مهمانان نمایند. ما همین سویا دورتگر بگیم پشت به پشت اغلودی اومده گه بابا کالانم و تقویم آهنگر بودن بابا کالانم زرگر بود گفتی گپو استوی باز زرگر میگفتن تقویم هست استوی ادریسی نالگر ای بالجونان اما خیلی مکد یک مهلت معین که در ساحه حربی بودم بعدی که با نفقه برم همین کسبا مرا وظیفه بگیم کار اومد اکوز آهنگری نیم ما هم چوب دا کندکاری و گلکاری و همین ساحه دورتگری ده مشغول است. شکرانه علاوه به همین گفتی که زندگی را برده شیم. هم در نفقه هم زندگی ما برده شیم. فرزندان دو بچه هم سر کار داره با همین. در تریزاوگو همین فقط اوید بچو. فرمان بچو باید مورد. در دهه شرف در قطار مردان زنان و دختران هنرمند شمارهشون کم نیستند. این زنان و دختران از اعلام شدن سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی از روبر دولت میnnتداری نموده در رشد هنرهای مردمی در دهات سهم خود را میگذارند. این زنان اکنون به این هنر مشغول هستند. پیش از اینجا آمدنشان در خانه بیکار می نشستند. با دعوت صدف متشای و جمع آمده به شغل دوزندگی و بافندگی مشغول هستند. از سبب بیکاری بسیار ششتن در خانه چی بیکار میشنیم زنها را این کده اینم خیلی سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی پرزیدنت جناب عالی این سال هم خیلی برآورد ما همین زنکا هم یک جای شیده درز می‌دوزیم این مثال کورپا و کورپاچه توقی دوزی میکنیم در ساعت 4 زنها بیکار نیستند بیخروگ نیستند نوش اتلای بریده نونی گرم شکرو نمی خیلی چیزا قد سرگردون یک جای شیشته کار میکنیم با هم دیگر روزا بیگاه کده بیهوده نمیزگرونیم در این خونه خودمون 3-4 زن و دخترای بیکار وقتی خالیگیشون ده بیکار نیستند گفته سرجم کده به همین هنرها سرگردونیم هم به خودشون یاد میگیرن هم مثال مزدی خونه را مثال شرایط دیگه میکنن یک چیزی دیگرگونی بعد پیدا میشه و در همین خونه خودشون یارده میشه. زنان و دختران دهه شرف در تیار نمودن طعام‌های ملی از قبیل آش بریده کدبانوی بهترین ناحیه در سال 2018 غالب آزمون نوروزی گشتند. شغل اکثر ساکنان این دهه کشاورزی بوده در استحصال محصولات‌های کشاورزی از گرمخانه‌ها وسیع استفاده می‌نمایند. آوازه تربوز شیرین شرف نه تنها در ناحیه فرخور بلکه بیرون از آن پهن گشته است. در دوره چهاربینی ها بخشیده به تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان موافق نقشه چهاربینی های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فرخور آمادگی ها و جشن فرخنده ملی در شهرک و دهات ادامه دارند. گروه‌های کاری تشکیل شده با ساکنان اوید رفت اجرای قانون‌های ملی تازه نمودن خانه و محیط زیست صحبت و واخوری‌ها دایر نموده ایستادند. مقصد برگزاری چهاربینی فرا گرفتن بیشتر مردم به کارهای سازندگی و بنیادکاری و رساندن اطلاعات در سمت پیشگیری حقوق ویرانکنی در بین جوانان و نورسان پیشگیری جوانان و شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های ارتجاعی و در روحیه خویشتن‌شناسی و وطن‌دوستی تربیت نمودن نسل نوراس و جوان می‌باشد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورov از ناحیه فرخور برای برنامه اطلاعاتی نوید.